هلو گایز، چطورین؟ خوش اومدین به یه سری جدید، سری هاردکور از ما که قراره بریم کلی کار داشت انجام بدیم. اول از همه که فعلا بریم درخت بزنیم. بچه ها ما تو این سری قرار کلی کار انجام بدیم که یکی از این کارا بیلد کردن هستش که قراره واقعا صدمو بذارم دیگه. میدونین که من واقعا اونقدر بیلدر خوبی نیستم، ولی قرار صدم بذارم، هرچی تونستم میسازم، هرچی اومد دم دستم میسازم. حالا ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم چی میتونیم بسازیم. باید کلی غذا جمع کنم، واقعا غذا نیازم میشه چون که قرار زیادی برسیم تا لب مرگ. من اگه یه دونه قار پیدا کنم واقعا خوب میشه که نه اینا فایده نداره، ولی خب غذاهاش رو درد بخوره. مثل اینکه یه قار پیدا کردیم دیگه، ته نداشته باشه که داره فایده نداره، مثل که باید یکی دیگه پیدا کنیم، این غذا رو بپزیم و حرکت کنیم. برای بیلد کردنم که میخوام برم نزدیکی ویلیج بزنم، چون که واقعا ویلیجرش به درد اون میخوره و اینکه بخوام هی ویلیجر رو ببرم بیارم کار سختیه، حوصله سربره، یعنی حوصله زیاد میخواد که من واقعا همچین آدمی نیستم که حوصله زیادی داشته باشم. دارم این یه خونه نزدیک ویلیج میخوام بزنم، اینم کافیه و یه بریم ادامه کارو. اولین بار دارم یه خوک شهیدم میبینم، عجیب. ولی خب گوشتش به درد بخورتر از خودشه. مثل که اینجا فایده ای نداره، باید بزنیم به دل دریا. واقعا بایم خوبی اینجا نبود، بایم اونقدر به درد بخوری واقعا اینجا نبود. میریم تا ببینیم چی گیرمون میاد دیگه، بریم ببینیم چی گیرمون میاد. یه کشتی دارم میبینم، امیدوارم فقط یه دونه نقشه داخلش باشه که واقعا کارمون رو میندازه. که اولین چستمون رو ببینیم، داره نقشه هم داره که چی بهتر از این. فقط امیدوارم نقشش توش دایمند باشه. چی شد؟ چون نقشه اینطوری شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه آشغالی بوده این دسته. حالا ببینیم این چستم که نه این فایده نداشت، ولی خب سیب زمینش به درد میخوره دیگه. فقط داریم غرق میشیم. یه دونه تخت باید سریع بسازم که گوسفندی که نمیبینم، واقعا این خبر خوبی نیست. فقط یه دونه گوسفند میخوام. اسکلتون که یه فایتی داریم، امیدوارم فقط نزدیک بمیرم، فقط گوسفند یه دونه. فکر کردم پشم سفید دارم، فایده نداره باید بیشتر پیدا کنم که نمیخوام برم سمت اون اسکلتونه، ولی میخوام برم. آها یه گوسفند زشکی، چی بهتر از این؟ چی میخوای تو باشم ببینم سپری کرده. حاجی اینجا واقعا ویوش خیلی خوبه، ولی خب حیف ویلیج نداره. من دنبال ویلیج میگردم، مجبوریم بریم اینجا، ولی واقعا قشنگه. خب رسیدیم به این روین پورتاله که خوبه، یه تاور اینم خوبه، تاور طلایی هم خوبه. حداقل رایت ما خوبی داره دیگه. اگه فکر نکنم بتونم طلا رو بکنم، یا میتونم؟ نمیتونم. ارزش امتحان کردنشو ندارم.
اینم از اولین آهن که تنها کاری که میتونم بکنم این که یه شیلد ازش بسازم. به نظر میاد که باید دوباره بزنیم به دریا، فایده نداره اینجا هم اوکی نیست. ولی خب یه سری بایوم اونورا دیدم، به نظرم اونور بریم بهتره تا اینکه بریم تو آب. ولی قبل از اینکه بریم اونور یه سری وسیله اوکی کنم، از این سری غذا بپزیم یه را بیفتیم. الان دیگه بریم اونور که ببینم چی داره. امیدوارم فقط چیز خوبی داشته باشه، ارزشو داشته باشه. بریم اونور. یه غار میبینم، بریم داخلش ببینیم چی داره. اینجا که امیدی بهش نبود. بریم بالا. اینجا هم همینطور فایده نداشت. دوباره آهن یا آهن دیگه. رسیدیم به این شکاف که خیلی دوست دارم اینجا بپرم پایین، جرأتشو ندارم. ولی خب میرسم میپرم راحت ایزی. رسیدم. آهرم دارم میبینم که چرا که نه میکنیمش. رسیدیم بایوم ساوانا ولی هنوز خبری از ویلیج نیست. شب شده ما بریم به تخت که اگه بتونیم بریم به تخت، که اگه بریم به تخت خوبه. ولی خب اینجا هم بد نیست نزدیک بود بیفتم. اینجا که عالیه داداش، بد نیست چیه، عالیه. یه نگاهی میندازم این بالا و دیگه اگه چیزی ندیدم حرکت میکنم اون داخل که چیزی فعلا پیدا نیست. به نظرم بهتر بریم داخل چون که میتونیم واقعا منابع خوبی اونجا به دست بیاریم. همین الان دارم آهن میبینم. این زامبی من میکشم مزاحم داره میشه. یه دیگه بریم اینجا رو آهنش جمع کنیم که اول به نظرم اینجا جمع کنم اوکی تره. تا الان 21 آهن جمع کردیم که واقعا عالیه. ولی خب بخوام اونا رو هم بکنم اگه بتونم. ولی چون که اونجا ماب زیاد دیدم نظرم اول یه کمی آرمورم اوکی کنم بهتره که من اول اینا رو بپزم بعدش یه میریم اونجا میکنیم و میریم پایین تر. مثل که این دفعه قسمت نشد ویلیج پیدا کنیم. اینم از آخرین تیکه که آرمورامون تا جای اوکی کردیم. فقط باید من برم اینو بکنم اینجا اینجا رو باید بکنم که بریم حرکت کنیم پایین که مستقیم بریم برای دایموند. مثل که اونجا ذره خطرناکه برای اینکه بخوام برم. بهتر برگردم بالا. نمیصرفه واقعا، نمیصرفه برم پایین. میریم بالا و دیگه بریم سراغ ویلیج. واقعا یعنی واقعا این همه من از اون سر اومدم من تا این ور هنوز یه دونه ویلیج پیدا نکردم. این چقدر آدم میتونه بد شانس باشه. مثل که داره شبم میشه. باز یه دور دیگه هم بخوابیم و بریم دیگه. دفعه میخوام این سمت برم، تو جانگل میخوام برم. یه سری بامبو هم سر راه جمع کنیم چون به دردمون میخوره واقعا. طول گیم واقعا به دردمون میخوره. اینو نگاه کن حاجی، پشمام چقدر قشنگه اینجا. ببین داخل اینجا چیه؟ حالا سمیدن بپوشونیم. چستش کجاست؟ فقط چستش هم اینجاست. آرمور طلایی یه دونه لودستون که اینه کجا اومد نمیدونم. گاداپل خوبه ارسیون لودستون هم داخلش هست. نه خوبه. حالا ما فقط باید چجور برم بالا که اینطوری هم میریم بالا کاری نمیره. بالاخره یه دونه پیدا شد. بعد 20 دقیقه نیم ساعت پیدا شد. پاره شدم سر این که این پیدا کنم. فقط خواهشم برو داخل خونه که من تو رو یه امن نگرد دارم. نمیدونم چی خود رو گیر انداختی ولی خب من بری داخل خونه اوکیه.
بری داخل خونه اوکی. مرسی از زیباییات. اینم آدم گله برای بزنی و فقط اگه نزنی رو تو بدترین موقع غذا تمام کردم. اینم از این. مرسی از آیرونات. فقط من خودم زندانه کنم اینجا که مرسی. فعلا ما میایم داخل این خونه من اوکی کنم بعدش جایی اوکی بکنیم. از این پورتال هم وجود دارم میبینم. یه دونه چست دستمون رو یه خالی کنیم. خب اینم از اینجا. خب دوستان ممنونم که این پارت تا اینجا دیدین. پارت بعدی قرار بریم کیو اگه شد یه دایمند چیزی جور کنیم و یه بیلد کنیم اگه شد و حتما لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی میبینم تو. خداحافظ.